خوب ببینید، اینجا آرامگاه محمد بن جعفر، فرمانده لشکر اعراب و متجاوز به خاک ایران است. آرامگاه او در غرب دسفول همه روزه با شکوه و عظمت خاصی پذیرای ایرانیان است که به زیارتش می روند، دعا می کنند و برایش دخیل می بندند. اما قسمت تأسف‌بار تاریخ اینجاست که در نزدیکی آرامگاه محمد بن جعفر، آرامگاه شخصی است که مردم او را نمی شناسند. یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک. رادمان با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز همان محمد بن جعفر بود و این فرمانده هم در این جنگ کشته شد. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب لیث متجاوز به این کشور بود و محمد بن جعفر مدافع کشور ایران. ملتی که تاریخ نداند محکوم به تکرار آن است. پس اگر ایرانی هستید تا می توانید این پست را به اشتراک بگذارید و برای آگاهی از تاریخ واقعی ایران صفحه تاریخ با آرزو رو دنبال کنید. خوب ببینید، اینجا آرامگاه محمد بن جعفر، فرمانده لشکر اعراب و متجاوز به خاک ایران است. آرامگاه او در غرب دسفول همه روزه با شکوه و عظمت خاصی پذیرای ایرانیان است که به زیارتش می روند، دعا می کنند و برایش دخیل می بندند. اما قسمت تأسف‌بار تاریخ اینجاست که در نزدیکی آرامگاه محمد بن جعفر، آرامگاه شخصی است که مردم او را نمی شناسند. یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک. رادمان با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز همان محمد بن جعفر بود و این فرمانده هم در این جنگ کشته شد. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب لیث متجاوز به این کشور بود و محمد بن جعفر مدافع کشور ایران. ملتی که تاریخ نداند محکوم به تکرار آن است. پس اگر ایرانی هستید تا می توانید این پست را به اشتراک بگذارید و برای آگاهی از تاریخ واقعی ایران صفحه تاریخ با آرزو رو دنبال کنید. خوب ببینید، اینجا آرامگاه محمد بن جعفر، فرمانده لشکر اعراب و متجاوز به خاک ایران است. آرامگاه او در غرب دسفول همه روزه با شکوه و عظمت خاصی پذیرای ایرانیان است که به زیارتش می روند، دعا می کنند و برایش دخیل می بندند. اما قسمت تأسف‌بار تاریخ اینجاست که در نزدیکی آرامگاه محمد بن جعفر، آرامگاه شخصی است که مردم او را نمی شناسند. یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک. رادمان با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز